دست کامپیوتر بیزه مینویسه که میگه خدا جهنمارگت کنه انتظار شو خدا جهنمارگت کنه میفرات رام که گپ بگم میفرات که مثلا بگم خدا جهنمارگت کنه بنویسن بعد من نورمم کامپیوتر میگه خدا جهنمارگت کنه انتظار شو. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال آموزش یوتیوب. برادران ویدیوی امروز درباره بابای قند میروه. برادران امروز من یک ویدیوش تماشا کردم درباره یک مگزینچی که زنده به گور مانده شد بعدا زنده شده. باز ما شما دا کوتاه نقل میکنیم گوش کنین. برادران چخیلی که بابای قند گپ میزنه یک مگزینچی خیلی مگزینچی ها مثلا تجارت خودشونه میدونن که لای دورن، یعنی با مهنت خودشون مثلا صاحب پول میشون. مثلا ما پولی مردم حساب کردن نیستم اما خیلی پول دارن، دنداناش پولنی تیلو کرده. یک میگه که 32 تا دندان داشته اما وای 36 تا دندان تیلو کرده. خیلی نمیدونم ممکنه اوسو گذشته باشه خیلی دوامش. برادران من باشین دندانا رو تیلو کرده خیلی یه جو در پرزدی که یکم سولنوی یکم شگذرانده که خیلی زده ایش خلب ترک کرده جونش برآمده سویدش زده، یعنی خالدینی که یکم چخشنده در پیش جلوش توکر زده غلطیده با گفتی خودش. بعدا خیلی گرفتیان بردیان گروش کردیان ما کوتاه کده گپ میزنیم برادرو بخشش بردیان گروش کردیان در دروی گور زنده شده خیلی در دروی گور کمی کسلرات بده یک با گفتی خودش هنگی افسانه دیویزون تیکدار نقل میکنه کسلرات کمتر بده اخبام کسلرات دشت کرده با گفته که هم خیلی توبه کرده پیشوی کروی بدش دایودش آورده هم دزدی و سودور زده مثلا چی کروی بد کرده همه دایودش خیلی توبه و نظارت کرده با گفته بده که کنی کی مرا میپرسه میگه که با فهمیده که زنده بده ولی بعدا توبه کردم. بعدا دو تا رفیقش گفته که خو باید دنداناش تیلوی باید چند قپول میسته ببره میکنه میگیریم دنداناش. وقتی که میرم میکنن او گفته باشه که تیسر حکنه که نفسم گرفت آدمی غردوز با گفتی خودش مثلا چی نداره دوشوک نداره غیرت نداره بی غیرتن و یا که مرده رو بران اگه تحقیق میشن هر دوش هم میمره بعدا این میبرم دایدونی خوک میرفته در اوینه خچه میدیده که قشرش سفید چی در موی سرش سفید چی در بینی اگه سهر گور کده باشن این کار ممکن شوشیدگی در بینی اگه 5-6 ساعت کاروچی هم خیلی شدگی بده خوش. خوب خیلی بابی نقل کرد مثلا شما گوش کردین حلوات بردین خیلی کدام بدی میبوید نقضید میبوید برادرها چی باید در کامنتاریش اینقدر نفرت دارین شما در همین دید میگیرین گپای بدش مینویسین بابی تون میشه و اوتا تون میشه اماکی تون میشه نمیدونم چیزی میشه نمیشه فقط گپای بدای خیلی گپی نقض هم داره گپی بد یعنی دشنام پول برگود نماستبخان مایلش نماستبخان پایلارود مایلش اما گپی بعد یا گپی که مثلا تو توخوری نمیگیره اون سفید اخورت کنی اگر که تو یگید باشی مرد باشی برو در روش بگو در پشتش چی میگه پشت اکران همه میتونه هر کار کنه اما این جوان مردی نیست. گپ داری نمروش من میتونم تا برا یا که زنگ بزن در واتساپ اما نفرین گپی بعد میگین واتساپ ما در زنگ بزنین واتساپ ما در بعد ایرون نایسونگی زنگ بزنین ما دیده شما در سایدین میکنم نخی کانفرنس میکنیم در روش بگو در توجیکسون بری برا احوحده در روش بگو میگه پرا بو اما در کامنتر ننیست باینی پوبلیکه ده او که ترسیو نکده در باینی پوبلیکه شرمنده نکده گپی بطه نگفته او ترا نمیشنسه اما شما باشین گپی کود برادرها رشته سخن دراز نمیکنیم اینی واتساپ ما زنگ بزنین کانال یوتیوب داریم بگیریم پیشروی کنین در سامانه یوتیوب باقی خداوند همتون نگهبان باشه فکراتون رو بنویسین در کانال پادپیس کنین لایک مونین برادرها یک دستگیری کنین کانال ما کمی دیگه مونده 10,000 پادپیس میشه از همتون مینندار میشم باقی خانه آباد و سربلند باشین دوستان عزیز.